سلام بچه، امروز اومدیم با عرفان یه چالش بریم. عرفان یک رفیقای کسخورمه. معرفیش کنم. من مشکل داری نه من نظرت من کسخورم. اومدیم امروز تو این پارکی که خیلی خلوت سگ پره میزنه مخ بزنیم. البته کنار گوشه‌هاش دختر مختار نشسته. به نظرتون به من پا میدم یا بله؟ خب معلومه 100% من. 20 میلیون پوله. خب 10 میلیونشو من گذاشتم، 10 میلیونشو عرفان. بله. بعد قراره هر کی بتونه مخ بکنه یه دخترو مخ بکنه. آره مخ بکنه. اون 20 میلیون رو میبره. خب من مطمئنم که من میبرم. از چه لحاظ؟ همین. خب اینجوری که نمیشه، یعنی هر کی بیاد پشتک بزنه قراره بیاد شماره بگیره. اینجوری منم دارم. بازوم اندازه کلشه. سیس پک هم دارم. خب بریم که ببینیم. بریم. سلام. من و دوستم دوتایی از شما خوشمون اومده. بعد خیلی با اعتماد به نفس اومدیم که ببینیم به کدوممون پا میدیم. خب بریم منو نگاه کنین لحظه. اصلا شما اول سینگل یا رل داری؟ سینگلم. خب واقعا چند وقته؟ یه ساله. من میتونم دلتو به دست بیارم. نه. با چرا؟ چون که فقط من میتونم. نه. من... مهم. آره یه آدم مهم چیه؟ اخلاق. چی داشته باشه؟ من اخلاقو دارم. نشون بده. یه بریم خونمون بهت نشون بدم. او خونه نونا. خب بیا پسری که بگه بریم خونه قطعا کنسل. آره. من میگم دیت اول بریم کافه بعدش بریم خونه. نه دیگه اونم حساب نیست. به چه استایل جذاب. مرسی ممنون. میتونم با یه جمله مختونو بزنم؟ خب تلاشتو بکن. تلاشمو بکنم؟ آره. حقیقتا اسمتون فرشته است؟ نه. آخه شبیه فرشته هایی. وای چقدر مسخره. مسخره بود؟ آره. عجب دنیای نامردیه. چته تو دیگه کی؟ من یه ورزشکارم. خودم هم ورزشکارم. ورزشکاری؟ چرا خوب سینگل هم هستی؟ نه. رل داری؟ آره. نه سرطان نداری. من یه ورزشکارم. خب که پشتک هم میزنم. کاری نداره که منم میزنم. آفرین به جمله خوبی اشاره کرد. ماشین بی ام هم دارم. ملاک ماشین نیست. ملاکی نیست. سیس پک دارم. بازم برام مهم نیست. مهم ذاته. خودم هم دارم. اخلاق خوب دارم. مثلا اگه با من بری تو رابطه میتونم صبح بخیر بگم شب بخیر. من میتونم برای صبح گل بیارم. با دسته گل بیام دم خونه. باز قانع کننده تر بود. خدایا مرسی. سیگار نمیکشم. من میکشم. نه نیستمش. واقعیتش سیگارو نیستم اصلا. پسر خوبیم. تو اجتماع بزرگ شدم. بعد میتونیم صبح با هم دیگه بریم ورزش کنیم. مگه نمیگی ورزش کارم؟ خب صبح میریم با هم دیگه ورزش میکنیم. شب با هم دیگه میریم کافه، سینما. کلی با هم دیگه خوش بگی از یک تا 10 چند میدی؟ 7 8 چون من رنگ مشکی رو بیشتر هستم. اگه بخوای به که اون شماره بدی چی؟ شماره که نمیدم ولی اگه بخوام بدم چون که ورزشکاره یه تریپ داریم. به من؟ بله. خب بده بزن شماره. آیدی تو بزن. آیدی اینستاگرام؟ علی گرفت بالاخره. ما اونجا داریم دوی مخفی میگیریم.